بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسله درس عقیده امروز واقع شرط‌های لا اله الا الله را خواهیم گرفت. ما در درس گذشته 4 تا قسم لا اله الا الله را گرفته بودیم. امروز درس صدق است. صدق که از شرط‌های لا اله الا الله میباشد. باید ما صداقت و گفتن لا اله الا الله داشته باشیم. صداقتی که در آن مقابل دروغ قرار دارد، زیرا هر کس تنها آن را با زبان می آورد و از دل آن را دروغ می شمارد. در این باره الله سبحانه و تعالی خبر داده به ما می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. یعنی چیزهایی را بر زبان می آورند که در دلهایشان وجود ندارد. سوره الفتح. این بوده که از قسمهای لا اله الا الله. دیگر قسم لا اله الا الله این محبت است. برادران و خواهران، باید هر یک انسان این کلمه لا اله الا الله را دوست بدارد و با عمل کردن به آن عشق بورزد و کسانی را نیز که به آن عمل می نمایند دوست می دارند، چنانه که عشق انسان به پروردگار خویش این است که آنچه را خداوند دوست می دارد دوست بدارد و هر آنچه که خداوند بد می بیند آن را بد ببیند. به هوای هوس خودش پایبند نباشد، زیرا ما باید دوستدار خدا و رسول خدا باشیم و اینچنین به دوستان خدا و رسول صلی الله علیه وسلم دوستی کند و به دشمنانی که دشمنی می‌ورزند به خدا و رسول صلی الله علیه وسلم دشمنی باید نماییم. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده میگویند: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله و ولده و الناس اجمعین. یعنی مؤمن شما حقیقی نمیشه تا اون وقتی که مرا دوست دارید از دیگر چیزها دیده، از مالتان، از جانتان دیده پیشتر من را دوست بدارید، میگن پیامبر صلی الله علیه وسلم. دیگر قسم لا اله الا الله این آخرش که اخلاص است. اخلاص این عملی قلبی می باشد که هدف او از گفتن آن، یعنی از گفتن لا اله الا الله، تنها کسب رضایت خداوند باشد. زیرا خداوند در قرآن خبر داده به ما میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. یعنی و به آنها دستور داده نشده بود که خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند و نماز و روزه را برپا نمایند و این است دین قایمه. همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده میگویند: کسی که تنها به خاطر کسب رضایت خداوند لا اله الا الله را بر زبان بیاورد، خداوند آتش او دوزخ را بر او حرام میگرداند. این بود برادران و خواهران قسمهای لا اله الا الله. باید ما پایبند این کلمه باشیم و عمل بکنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.